این بدیهه تقریباً 40 سال قبل در یک از منظره‌های دلنشین تاجیکستان به نوار گرفته شده است. قهرمان اساسی بدیه جوان خوشقد و قامت با صدای دلنواز و متنتن که توسط یک بازوبند به دل دادش اظهار محبت می کند تا حال قلب هر شنونده را تسخیر می سازد. از اینجاست که وقتی که نام هنرمند شایسته تاجیکستان چیلخان خالف را به زبان میاریم، نخست همین بدیهه و مبزی زیبا و محیطی که در آن نقش آفرینی میکند به یاد میآید. این بدیهه در زمان خود خیلی شهرت یافته شده بود و تا امروز تماشابین آن را با محبت گوش میکنند. بازبندم رو بیده با گروه گلدکتران انسامبل خوب در شکل ماهرانه تشکیل کرده توانستند. حتی مثلا از بالای خانه، از بالای بام خانه آب پاشیدن با گلدکتران زیبایی و فرض کردیم طبیعتا دزدیده شدن همون جواهرات گلدکتران از لب چشمه یک حالتی رو ساختن که بیننده وقتی تماشا کردن حلاوت میکند. دوستان چیلخان خالف همین ابراز همین معرکه رو ساخته توانستند که خیلی جالب بود و تا امروز اگر گفتم که تکرار و تکرار تماشا کنیم بسیار دلنشین است. خیلی چیز میشد که بدیهه طولم زنده است، طولم در بسیار آزمون و بسیار نوروزی و بین طلبای مکتب و دانشجویان ایجاد میکردن. میپرسن ها تا خانه می اومدن جوسا تا دانشجویان یگون فاکولتت و یگون دانشگاه اومده از پدرم متن هوا میپرسن که متن موبتی ما میرن نوروزی با تیار میکنیم. بسیار می اومدن، بسیار طلبای مکتب می اومدن که ما التماس میکرد که پدرتون متنش گیریم ما میاد تیار کنیم. گفته چیلخان خالف همچون هنرمندی ترانه‌سرا و داننده عنعنه‌های مردمی به صحنه آمد. در صحبت میتوان از او بسیار چیز برداشت ها کرد. مثلا هنرهای مردمی را خیلی خوب میداند و به همان عمق صوت‌های خوانده اش میرسد. من باید صحبت هم داشتم در اطراف یک شعر میخوان دختر گلی سمنک لبکا شیرین یخمنک. بعد من پرسیدم که این یخمنکش چیست؟ خب او به طریق خود شعر داد. البته همون در موضوع هایی که تیار آماده میکنم وقتی سمنک یک سفیدی در لب طبق پیدا میشود که شیرینی همون سمنک در همون است، همون لبک شیرین یخمنک. و هم بعدها که من فهمیدم این بیهوده نبوده است. یخمنک یک گل هست، یک میخال، یک رستنی هست که میوه های سرخ شیرین دارد. این چیز رو خوب میداند و وقتی که بازوبند میخواند یا که با همین چه خلقی رو میخواند احساس میکند که سخن اطراف چیست. چیلخان خالف 22 دکبر سال 1957 در دهه کنگورت ناحیه سوید حاضر ناحیه تیمور ملیک به دنیا آمده است. در این دهه هنرمندان حرفه‌ای خیلی زیاد بودند که مردم دلباختگان هنری موسیقی آنها بودند. ذوق چیلخان خردسال به صنعت و هنر محض از خوانش همین هنرمندان محل سرچشمه میگیرد. در محفل و معرکه ها که اساساً با اشتراک آنها برپا میگردیدند او حتما در آنجا شرکت میکرد و همین محبت بیهوده چیلخان جوان را آورد به عالم بی همتای هنر و موسیقی. اصلا گوهر همه جا درون سنگ نهفته است و من فکر میکنم که کوهستان گوهرهای خیلی نهفته دارد و شادروان چیلخان خال هم یک نابغه، یک جوهری بودند که در کوهستان به دنیا آمدند و همون محیط کوهستان که پیوسته مشاهده میکردند که خود مشاهده کار بودند، شاید در عائله مشاهده کار به دنیا آمده بودند. تأثیرش رو رسانیده توانست که اول سراینده شدند و بعدتر توسط همون استعداد و مهارت ناتکرار که مشاهده میکردند از میان خلق توانستند که یک ستاره شوند که تا ابد فکر میکنم از یاد خلق دور نمیشود. صدای دایره یا دف یا نه یا
کرنه یا که سرنای بلند میشد اگر ما البته در اونجا حاضر بودیم. شخصا با من که بسیار به صنعت وابستگی سخت داشتم و دوست می داشتم، من این چیزا به مراکا به من نمیگذاشت، من بسیار دوست می داشتم و هنرمندای بسیار نامداری که در زادگاه من گذشته، بعضی‌هاشو در خط حیات من دیدگی نیستم، در حیات دیدگی نیستم، لیکن شنیدم از مستفیدین که در دهات زندگی میکردند که بعضی‌هاش با لحن دیگر میخوندن، بعضی‌های دیگرش با لحنشون دیگر بود. بعد میپرسیدم که برای چی بابی صاحب بی‌هوال این خیل میخوند و بابی سعید عنایت این خیل میخونه طرز دیگر. بعد میگفتن که این مکتب هنری بابی صاحب بی‌هوال با مکتب هنری کریم شوش میخوند، بابی سعید عنایت با مکتب هنری سیحامی، یعنی مکتبای بله من یکی بسیار مشهور بود. همون در همون شب روز اینا همه خیلی مشهوری بودن که حتی در تمام وادی هم وقت کلاب و بیرون از اون این هنرمندا رو میشناختن. ویرد زبانی همین مردم بود. هر چی که مال مردم است به دل مردم زود راه مییابد. ببینید وقتی بدیهه خوانی میشود، وقتی سرود و مثلا سراییدن سرودهای خلقی میشود، اگر متن از اون خلق باشد تماشابین و مخلصی خیلی زیاد دارد. اما وقتی که هر چیزی که یک کس مینویسد یا ساخته‌کاری میشه در اون، مثلا دیر یا زود از بین میرود. اگر 100 بارها سرودهای مثلا شادروان چلخان خال یا فرض کردیم قربان علی عبدالله یا خرما شیرین مقدس نبی و اگر رو بیاریم 100 بارها گوش کنیم، من فکر میکنم که به دل ها نمیزند و تکرار به تکرار اگر گوش کنیم باز هم شیرین تر میتابد. هنرمندی اصیل چلخان خالوف خود ختم کرده فاکولته فیزیکای دانشگاه ملی تاجیکستان بود. آن وقتا نیز در محفل‌های فرهنگی پیوسته اشتراک میکرد. سال 1986 در نزد فیلارمونی دولتی تاجیکستان انسمبل فولکلوری اتنوگرافی گنجینه تأسیس یافت که رهبری آن را هنرمندی مردمی ظفر ناظم بر خود داشت. از میان 200 نفر داوطلبان یگانه نفری که اختصاصی ساحه فرهنگ و صنعت نداشت چلخان خالوف بود. این جوانمردی با غرور کوهستانی با خواندن 2 سرود خلقی که کلاً جوابگوی شرط‌های آزمون بودند سزاوار بهای بلندی حیاتی داوران گردید و این آغاز راهی او بود در جاده صنعت کسبی. بعدتر وقتی که با انسامبل موسیقی یک بار 2 بار گوش میکرد، از خود میکرد و اجرا میکرد. لپیش های آواز، گردش های آواز خیلی خوب احساس میکنند. من وقتی که میشنوم سرودهاش همچون هنرمند کسبی از نظر خود من پذیرفتنی است. چرا که من گفتم چون که وقتی که قانون‌های فیزیکی نمیدونن هر چی که ما داریم از طبیعت است. این قانون‌ها بعد در ما در اجتماعیات تطبیق می شود. معلوماتی موسیقی نداشتن، نوت یک نوت هم میدونستن که با نوت کار کردن نمیتونستن. و اون خودم هم موسیقی که ایجاد میکردن با دهان ایجاد میکرد. با دهان ایجاد میکرد و وقتی هم آهنگش تیار میشه زود با شاگردانش با مطربانی که با هم روی چندین سال کار کردن با اکا عبدالرحمن با اکا مظفر با اون زن میزد میگفت که یک سرود تیار کردم بگو وقت دوش آوشید جمع شد خانه بید هم شعر تیار کردن در کار همین سرود همین جدیتا گم نشد تیار کردن در کار بعد بگوی جمع میشدن یا پگاش می اومدن شاگردان خیلی از سری دسترخوان ضیافت میشدن و بعد پدرم با دهانش زمزمه کردن میگرد و هر یک تیوان باشد با اسباب خودشون نوتای خودشون رو انتخاب کردن میگرفتن جور کردن میگرفتن.
وقتی که سرود نو ایجاد میکرد برای مشق شاگرداش دعوت میکرد، منم دعوت میکرد که خیلی بیا گوش کن. چون بعضن مصلحت‌های ساده خودن ما هم بعضی فهمیش داشتیم گوش میکرد. و در آموده کردن سرودها بسیار زحمت میکشید، بسیار جدی مشق میکردن، بسیار خوب مینواختن و اکثر سروداش برای ما راست گپ معقول بودن. بسیارتر در خانه استاد چیلخان خالف جمع میشیدیم. آنا آهنگو را یک جا با گروه نوازندگان بهرام، مظفر، مثل عزت درگجک، اکای فرهاد، یک جایی هر کدر پیشمون همون غزلی که در دستی باید در دستی ما هم هست. مثل ما یا دیگر قطعی مسئولیت کرده یا شو 3-4 آهنگا علاقه در قلاب می در آوردیم. مکتب خیلی خوبه گذشت. مکتب هنری عادی نخوشیم گذشت. مکتب هنری ظفر ناظمه مدت زیاد با آنها کار کردم و مکتب هنری دوام مخالف. البته این شیوه کار چیلخان من گمان میکنم که برای همه باید نمونه باشد. دیه‌های کوهستان میرفتن، آدمای کلانتر آهنگای فولکلور جمع میکردیم. تو اکادمی هم اومده ارخیو را نگاه کرده آهنگ میگفتیم چطوری فولکلور کونا غیر در دور انسامبل گنجینا ما از ساعت 10 تا 12 ساعت کار میکنیم. اینه که در 2 ساعت ما کاری حقانی میکنیم. هر یک چورابین دولتی ده ما زنده از ما به انسامبل گنجینا برآمد میکردیم. گرچنده که امروز ما سرایندگان بسیار محبوب و شناخته به اصطلاح صرف کسبی داریم، اما اکثری پیدایش سرودها در فرهنگ مردم تاجیک به گونه خلقیت یا فولکلوری روی کار آمدند. یعنی در گذشته مخصوص نهادهای وجود نداشتند که سراینده ها را به کسبیت شناسند و شاید حتی شاعران نبودند، شاید آهنگ یا بسته‌کاران نبودند که با آنها همکاری کنند و آنها از میان خلق مواد گردآوری میکردند با گویش‌های گوناگونی که در منطقه‌های گوناگون کشور رایج هستند. همین ها را مثلا میان خلق زمزمه میکردند، میسراییدند توسط سازهای ملی گوناگون، مثلا از قبیل خوب غیژک، سه‌تار، دوتار، تبلک، یعنی وابسته به منطقه گوناگون بودند و همین گونه سراینده‌ای که آواز خوب داشتند، مهارت خوب داشتند، در توی معرکه‌ها و دیگر مراسم‌های خرسندی حتما دعوت می‌شدند. دیلو دیره او دیلو آخر تو مرا برگ زد مندازیه او دیلو دیره او دیلو آی قد تو بقا گشنگر میمانه او دیلو دیره او دیلو آی روی تو بکن چای قمر میمانه او دیلو نامبرده یکی از دلدادگان اشعار ناب حاجی حسینی کنگورتی بود. غزل‌های عاشقانه و عارفانه او را کسی چون چیلخان خالف با احساسات شیرین نسروده است. چون سرودهایش از زبان خلق بود، آفریده های خلق بود، روزگار خلق بود و بیگمان چونین سرودها به آسانی در قلب ها مسکن می گیرند. قاشق تراش، مگمی، بازو بندم را بیده، کچکلا، کدودانه، فلک، ترکی ساغر، روی تو، یادی وطن، مبارک باشد، شبی باران، صد امید، بچگی، آمد خزان سرودهایی اند که رابطه چیلخان را با مردم و مردم را با چیلخان قوی تر گردانید. مخشب بخانه امایی چی می شود برا من در غیب کشایی چی می شود برا من در غیب کشایی چی می شود تا کیز پیشی دیده من بگذری بناز تا کیز پیشی دیده من
بگذاری بنات در چشم من چو سرمت درایی چی می شود در چشم من چو سرمت درایی چی می شود سبک کانگورتی را در خوانش سرودی در غزل کمال استفاده برده است. من سبک کانگورتی بیهوده نگفتم به خاطر آنکه یک دایره هنرمندانی بودن که در کانگور شیوه خاص سرایش داشتن. اینا هیچ کس باید پنهان نکنه، چنانه که ما در همه دور زمان هنرهای بهترین سره را به وسیله شیوه استاد شاگرد دادگیم، چنانه که این گونه شیوه در مردم ختلان وجود دارد با هر گونه است. مثلا شیوه خوانش آدین هاشم است، در رشتون زمین شیوه خوانش ابراهیم کابلی هست که از پیشیان گرفتند و همین شیوه استاد شاگرد در کانگور نیز باقی مانده است در چند نفری که خودشان میدن. دل مقیمی کوی جانو نست من اینجا غریب چون کند بیچاره مسکین تنی تنها غریب آرزو من دیاری خشم و یاران خش در جهان تو چند گردم به سر و به پا غریب در جهان تو چند گردم به سر و به پا غریب. فکر میکنم که در قد کلاسیکای تاجیک است، ناله های عجایب دارد، ثبت خاصی خودش دارد. ما با همین سروده و با همین سخنه و با همین لحن کلام شدم. جان فریاد کنم نمیرسد و زمین من بخرم ترا من بین و таронаҳои халқӣ, сурудҳои халқӣ ин гуна ҳастанд ки чун аз миёни халқ ҳастанд, ҳар чӣ ки сароида мешавад ба дили шунаванда наздик аст ва фикр мекунед ки гӯё дар бораи ман месарояд. Ку ҷавоне ки дар ҷавонӣ ошиқ нашудааст. вақте ки суруд дар бораи ишқу муҳаббат, дар бораи ҷавонӣ, масалан гӯшаи бом ё себ ё изҳори муҳаббат меравад, ҳаёти ҳар як ҷавон шабеҳ ё шабоҳияте ба ҳамин чиз дорад. ба ҳамин хотир ман фикр мекунам ки мавқеи сурудҳои фолклорӣ дар фарҳанги мардуми тоҷик хеле ҷойгоҳи хоса дорад ва имрӯз ҳам бояд ки баста корони мо, оҳангсозони мо бигзор оҳангҳои нав дошта бошанд, бигзор дар сабки услуби нав сабт кунанд, аммо такя кунанд агар ба матнҳои фолклорӣ нуран алон нур мешавад. давраи шогирдиву фаъолияти чилахон ки ҳамчун ҳофиз ташаккул ёфт, ӯ пурра дар сабки давлатманд холов ташаккул ёфт. танҳо аз оҳангҳои давлатманд холов, сурудҳои давлатманд холов мехонд. тамоми репертуари давлатманд холовро азёд медонист, ҳамаи сурудҳоро азёд медонист ва бинобар ин дар ҳама маъракаҳо танҳо ба сабки давлатманд чилахон ҳофиз шуд. من آن رینگم که ترکی شاهد و ساغر کنم محتسب داند که من این کارها کمتر کنم. از مهر استاد علامه خالف پسر کلانیشون رو مثال به نام استاد موندگی بودن. وقتی آخر علاقه
такя ба устодо мекарданд, мисли одиношӣ, мисли давлатмард холов, такя ба ғазал. кӯшиш мекард ки ҳар сол консертҳои зинда бо сурудҳои нав барпо кунад, ки ҳамаи ин барои як консерт барпо кардан чӣ қадр маблағ даркор аст, чӣ қадр вақт, чӣ қадр оҳангу ғазалҳои хуб интихоб кунад накора. ман худам шоҳиди зинда ҳастам, дидам ки дар мобайни 2-3 соат суруд тайёр кардагиам. Падарам худаш рӯзи дидагиам ки 3 моҳ кашдагӣ, 3 моҳ кашдагӣ, як суруди иҷоги 3 моҳ, 4 моҳ кашдагӣ, ки канта қийтар буд. ҳамқадр мазмуни суруд агар вазмин бошад, ҳамқадр заҳмат мекашӣ. دختری ارغشتی تو رقص میکنی جان شیرین عالمم مست میکنی دختری ارغشتی تو رقص میکنی جان شیرین عالمم مست میکنی چرخ میانی ضربی تو بادی ارغشتی تو دختری ارغشتی مرا میکشن ارغشتی تو چرخی میان ضربی تو بادی ارغشتی تو دختری ارغشتی مرا میکشن ارغشتی تو ارغشتی تو ارغشتی تو ارغشتی تو. Силахон Холов худаш талош мекард, мерафт пеши Рамондӯз устод, пеши Убайдулло Раҷаб, пеши ҳар як одамое ки ҳамин чизои аз фолклор, чизои миллӣ бохабар буданд. бисёр аввал саи кӯшишаш барои ҳамин фолклори тоҷика мисол боло бардоштан бисёр заҳмат мекашида. баъд соса ғазал такя карданд, баъд бо истода мегуфтанд дилаш ба ҳам меҳнатҳои кагӣ месӯхт. мисол мо муҳокима мекунем бо шита байни машқҳо монда мегуфтем дигар ҳамқари сурудо нашидиста ё дар ансамбли Ганҷина. گر بهشتیست در این در عزیزان وطن است درگاهی عافیت و رحمت و احسان وطن است در زمینی که خداوند بود خالقیان در زمینی که خداوند بود خالقیان سجدگاه به همه مرتبه و شان وطن است در بهشتیست در این در عزیزان وطن استی. номбурда фарҳанг ва ҳунари миллии моро дар саҳнаҳои бузурги ҷаҳонӣ муаррифӣ намудааст. бо дастаи ҳунарии Ганҷина ба кишварҳои Фаронса, Русия, Ҳолланд, Ҳиндустон, кишварҳои ҳавзаи Аврупо, Ироқ, Арабистон, Ирону Афғонистон ва дигар давлатҳо сафари ҳунарӣ анҷом додааст. қомати зебо, садои ҷазобу ҷавонмарди кӯҳистони тоҷик, сару либоси миллӣ бо садои дилчаспу марғуладор тавҳам омадаву қалби ҳар шунавандаро берун аз тоҷикистон. падарамро бо ансамблаш давра ки падарам Ганҷинаро роҳбарӣ мекард, ансамбли фолклори этнографии Ганҷина, ҳамин суруди лабидаро падарамро бо ҳамун ансамблаш ба филм таги 40 нафар гуфта падарам ба Фаронса бурд. ҳамин суруд дар ҳамон ҷо писанд омада буд ба дигар шунавандаон ба хориҷиҳо. دفتری رومم آمده لب لبی با مم آمد دفتری رومم آمد لب لبی با مم آمده نام با کف پس از شام نازکی رومم آمد نام با کف پس از شام نازکی رومم آمد. ҳунарманди шоистаи тоҷикистон дар вазифаҳои гуногун аз қабили роҳбари ансамбли фолклориву этнографии Ганҷина, роҳбари бадии ансамбли давлатии Фалак, директори дастаҳои ҳунарии Кумитаи телевизион ва радио, роҳбари гурӯҳи эҷодии телевизиони Сафина, директори Кохи ҷомӣ, муаллими дастаҳои ҳунарии Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон буд. фаъолият доштан дар ҷодаи санъат ва ҳунаро барои худ рисолати бузурги фарҳангӣ ва мояи ифтихору сарфарозӣ медонист. дар ин муддат низ оҳангҳои зиёде эҷод кардаву рӯи кор овардааст, ки дар хазинаи тиллоии Кумитаи телевизион ва радиои Тоҷикистон маҳфузанд. бузургтарин эҷодкориҳояш иборат аз 25 адад сурудҳои ватандӯстона ба ифтихори ҷашни 30-юмин солгарди истиқлолияти давлатии кишвар бахшида шуда буд.
با آبی مهر و با خاک محبت، با سنگینند و کفشیری صداقت، برای هستی و فردای ملت، برایت وطن ساختیم راغون، جهان از فیض راغون گرد دابون، با عزم پیش و مرد خدا داد، جهان از فیض راغون گرد دابون، با عزم پیش و مرد خدا داد، مرد خدا داد. در اخیر دو سرود بسیار در درجه بلند اجرا شدن. من همراه دویم در تلفنم هستن، هر وقت گوش میکنم. در خونه پدرم بیبلیوتека کلان داشتن. بسیار کتاب بود. از کتابای از معاصر سرکرده تا کلاسیکای کتاب بسیار داشتم. بسیار کتاب میخوندم و دلخواه کتابی کلامی باشه، از جمعه باشد، سعیدو باشد، از بدیل باشد، سعدی باشد، از حاجی حسین کانگورتی باشد، از کدام باشد میگرفتم، هم ورق زدم میگرفتم. یا از معاصران ورق زدم کدام غزلی که یا کدام شعری که مخلوم میآمد، همه خوندم میگرفتم، بعد خودم هم شاهد بودم که با دهانش میز آهنگ مینواخت. مجنون صفتم در بدرم کوی بکویم، شاید که ببینم روخی لیلی ببهانم، او شاید که ببینم روخی لیلی ببهانم، حاجی برای کعبم و من طالبی دیدار، او خانه همه جوید من صاحبی خانه، او حاجی برای کعبه و من طالبی دیدار، او خانه همه جوید من صاحبی خانه. ای تیری غمت را دل عشاق دیشانه. واقعا سبک و صدای هنرمندی محبوب و آوازخوان شناخته چیلخان خالو مثل آن که محض برای سرودن سرودهای خلقی آفریده شده باشد، از لحظه های نخستین بلند شدن میرسد به قلب شنونده. بعداً با تکرار جذابتر و گواراتر می شود که این از صمیمیت و محبوبیت خود به شنونده درک می دهد. سرودی آچه جان نیز یکی از محبوبترین سرودهای هنرمند بود. یاد کردم آچه جان خانه و ایوانی تره، نانی گرم و شکر و وی لبی چگدانی تره. با سال 2012 سال که در واسه مادر بود. پیشتنای لبی با دیدهی پزمانی تره، خنده های شکرین و لبی خندانی تره، در دلی باغ پدر جلوه و جولانی تره. باچه جان فهمیدم نه غمی هجرانی تره، آچه جان ای آچه جان، آچه جان ای آچه جان، آچه جان ای آچه جان، ای آچه جان جان آچه جان. برای فرهنگ تاجیک برای ثبت نشده موندن. بچگیم به کسو تنها گذشت، با درا و با خوشچینی ها گذشت. بچگیم به کسو تنها گذشت، با درا و با خوشچینی ها گذشت. دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت، دامنش از خوش پر از دامنی صحرا گذشت. هنرمند شایسته تاجیکستان چیلخان خالو مثل آنه که راهی درازی را از تل و تیپه های کنگور تا به صحنه های مشهور جهان طی کرده است. ولی افسوس خیلی برمحل 8 فوریه سال 2023 در سن 66 سالگی بر اثر بیماری از صحنه هنر به جهان ابدیت رفت. اما صدا
مکتب هنری خاطره نیک و استعداد ناتکرارش به هیچ وجه از آینه یادها فراموش نخواهد شد. نامه ها بنوشته بودم به حساب، لیک از آسان نمی آمد جواب. نامه ها بنوشته بودم به حساب، لیک از آسان نمی آمد جواب. بچگی چون نامه بر یاری بی پروا گذشت، بچگی چون نامه بر یاری بی پروا گذشت. بچگیم خنده به لب لب لبی دریا گذشت، بچگیم خنده به لب لب لبی دریا گذشت.